خب ضبط میشه خانم خادم بفرمایید. بله مرسی. با سپاس. سوالی داشتم حضور استاد دارکولی راجع به بحث داغ و رایج چت جی پی تی که من خودم به عینه دیدم که تو بعضی از کارگاه‌ها استاد سفارش میده که حتما با چت جی پی تی کار کنن. یعنی یه جمله از خودت داشته باش، یه جمله از چت جی پی تی برای من بیار. سوال من این هست که آیا استاد دارکولی کار کردن با چت جی پی تی یا هوش مصنوعی توصیه میکنن؟ یعنی آیا هوش مصنوعی میتونه جوابگوی نیازهای ما باشه یا خیر؟ ممنون میشم. بله خواهش میکنم. پرسش خیلی مهمیه. البته من قبلا در رابطه با این موضوع صحبت کردم بارها، اما به قول شما چون موضوع داغی هم هست امروزه، مثل این که هر موقع هم دربارش صحبت بشه شاید لازمه. ببینید، ما اگه یادتون باشه توی جلسات من بارها تکرار کردم که ادبیات شخصی سازی زبان است. این تعریف من از ادبیاته و ممکنه هیچ کس این تعریف رو نداده، نمیدونن، شاید ندونن، چنین باوری ندارم. این تعریف من از ادبیاته که ادبیات شخصی سازی زبان است. و این یعنی چی؟ یعنی این که ما یه زبانی داریم، یه زبان رو در نظر میگیریم، فرض کنیم فارسی زبانیه که این زبان متشکل از کلماتیه. این کلمات همه توی فرهنگ لغت های گوناگون، حالا خدا معین هرچه، این کلمات در فرهنگ لغت ضبط و ثبت شده اند و ما گویشوران داریم از این کلمات استفاده میکنیم در کلاممون، در نوشتارمون. کتاب هامون از این کلمات متشکل شده که مربوط به زبان فارسی. خب این کلمات چه هستند؟ این کلمات هم در واقع صورت مفاهیمی هستند که ایجاد شده‌اند در طول چندین هزار سال عمری که از زبان فارسی میگذره. قطعاً وقتی شما میخواید متنی بنویسید از همین کلمات استفاده میکنید، اما متن زبانی داریم به نظر من و متن ادبی داریم. متن زبانی متنیه که از این کلمات استفاده میکنه به صورت ساده و شخصی سازی زبانم انجام نمیده، چون زبان عمومیه، زبان فارسی عمومی مال همه است و شما میری اون کلمات رو استفاده میکنی، باش متنی مینویسی. حالا این متن میتونه روزنامه باشه، میتونه قرارداد اجاره خونه باشه، فروش و خرید باشه اینا، و این زبانه. یا میتونه متون کتاب‌های زیستشناسی باشه، پزشکی باشه، علوم پایه. هر گونه متنی مثل متون حقوقی، مثلا تاریخ از کلمات زبان استفاده میشه توش، یعنی متن زبانی هستن اینها ادبیات نیستن، اینها زبان. چرا؟ به این دلیل که آرایه های ادبی رو ندارن این متون. آرایه های ادبی که در زبان فارسی مهمترین آرایه ادبی تشبیه، استعاره، تمثیل، این آرایه ادبی هستن که در زبان فارسی هستن
و در متن تاریخی به کار نمیرن. متن تاریخی ادبی نیست که آرای ادبی داشته باشه، فقط متن زبانیه، یعنی کلمات زبان رو توش به کار برده و به خیلی ساده از کلمات استفاده کرده. و همونطور که من قبلا به شما هم گفتم، کلمات دو جایگاه دارن، یه معنای ثابت دارن، یه معنای در جمع. و معنای ساده کلمات رو در متون تاریخی، حقوقی اینا شما میبینید. اما ادبیات فرق میکنه. ادبیات اینا نیست، چون آرایه ادبی داره. بنابراین ادبیات رو من میگم شخصی سازی زبان است. چرا؟ چون همون متن زبان، کلمات زبان رو یک ادیب میاره، اما با ترکیب، با تلفیق، با تغییر اونها در کاربرد اینا رو عوض میکنه به نفع چی؟ به نفع خودش، به نفع گفتن آنچه که خودش میخواد بگه، درونیات خودش. برای همین کلمات زبان عمومی فارسی رو میاره برای خودش شخصی سازی میکنه به وسیله آرایه های ادبی. مثلا تشبیه. یه دفعه مثلا فرض کن اونجا من گفتم توی کتاب نمیدونم مرگ همسایه است بکنم، خروسی میاد، حالا اونا آره مثلا جوانه آفتاب، اینو بگم خیلی قشنگتر و کوتاه‌تر. مثلا گفتم جوانه آفتاب. خب این تشبیه و اون نک زدن نور خورشید در صبحگاه رو به جوانه آفتاب مثلا من نوشتم. و این شخصی سازیه، چون جوانه هیچ وقت در زبان فارسی به صورت ساده برای آفتاب به کار نرفته و نمیره، قرارم نیست بره. این کاری که من کردم زبان فارسی نیست، این ادبیات بهش میگه. کاری که من الان انجام دادم زبان نیست، برای همین ادبیات از زبان جدا میشه و فرق میکنه. اوکی، تا اینجا مشخصه دیگه، اینا رو قبلا هم گفتم. بنابراین میشه شخصی سازی، طوری که دیگر در هیچ جای دنیا هیچ کسی دیگر اینطوری نمیگه، فقط تو داری میگی. ولی یه چیزی میسازی در جا، در کاربرد. ممکنه همون نمادی که دیگران هم استفاده کردن تو بیاری، اوکی، ولی در جای دیگری، در جای متفاوتی استفادهش میکنی. این میشه شخصی سازی. خب پس تا اینجا متوجه میشیم که ادبیات با زبان تفاوت داره، یک کار شخصیه و هر شخص با دیگری فرق داره. و مثالم زدم، بازم تکرار میکنم، دوستت دارم یک جمله کوتاهه، جمله کوتاه و ساده است. دوستت دارم رو دو نفر بیان بکنن، اندازه این دوستت دارم ها با هم فرق داره. مثلا یکی به همسرش میگه دوستت دارم، یکی دیگه هم به همسرش میگه دوستت دارم، ولی اینا اندازه همدیگه نیستن. یکی همسرش بیشتر دوست داره ولی همون جمله دوستت دارم رو به کار میبره. این جمله دوستت دارم زبانه، زبان پارسیه، این ادبیات نیست. ولی
مثلا یکی میاد میگه که فدات بشم. فدات بشم ادبیاته. قربونت بشم ادبیاته. زبان فارسی نیستن اینا. قربونت بشم زبان فارسی نیست، ادبیات فارسیه. قربونت بشم رو توی گوگل ترنسلیت بزنید معنی به شما نمیده، چون توی ده خدا وجود نداره. قربونت بشم توی فرهنگ اصطلاحات زبانی وجود نداره. این ادبیه. این یک کار شخصی شده هست. برای همین دوستت دارم رو هر کسی میتونه بنویسه، ولی اگر بخوای دوستت دارم رو ادبی بکنی باید روش کار بکنی، طوری که دیگه مثل اون کلمات نباشه، در حد ساده کلمات نباشه. تو باید اینو شخصی سازی بکنی که هر دوستت دارمی نیست. تو باید اون کار رو تو انجام بدی به عنوان ادیب. اگر میخوای به زنت، به دوستت، به شوهرت بگی دوستت دارم و دوستت دارم متعلق به خودت باشه، میای یه قربونت بشم هم بهش اضافه میکنی. اندازه دنیا دوستت دارم، این دیگه میشه ادبیات. نگاه کن، چون اندازه دنیا یک تشبیه، یک تمثیل، این زبان نیست. بنابراین شما ادبیاتیش میکنی دیگه. دوستت دارم رو همینجوری ساده نمیگی دوستت دارم. خب شما به همسرت میگی دوستت دارم، ممکنه به صندلی هم که میشینی روش بگی دوستت دارم. در حال دوستش داری دیگه، صندلی هم دوست داری. پس با زبان نمیشه احساسات انسان رو بیان کرد، چون زبان یه دوستت دارم داره، هم برای کلیدات میتونی به کار ببری، هم برای نمیدونم آینه و در و پنجرت میتونی به کار ببری، هم برای ماشین، هم برای زنت، شوهرت، همسرت. اینجاست که زبان کافی نیست برای ابراز احساسات و خلاقیت و تخیل‌های انسان. ما نیاز به ادبیات داریم. کلمات زبان کافی نیستن. باید کلمات رو خیلی شخصی سازی بکنیم. برای همسر بگی اندازه دنیا دوستت دارم، ولی به ماشینت نمیگی اندازه دنیا دوستش دارم. دیگه دوستت دارم ساده رو برای ماشین به کار میبری، دوستش دارم. خب برگردیم به پرسش شما الان دیگه. آیا هوش مصنوعی میتواند کار ادبیات انجام بده؟ غیر ممکنه. یعنی از الان با قاطعیتی به شما دارم میگم غیر ممکنه. 2000 سال دیگه هم غیر ممکنه. برای که هوش مصنوعی طراحی شده برای عموم. یه دونه نرم افزار طراحی شده که میلیون ها نفر ازش استفاده میکنه. این چطور میتونه کار شخصی سازی انجام بده؟ تو با ادبیات داری از درون خودت مفاهیمی ایجاد میکنی، بیان میکنی. هوش مصنوعی چطور میتونه برای تو مفاهیم شخصی تو رو ایجاد بکنه، برای اون ایجاد بکنه، برای اون ایجاد بکنه، برای اون ایجاد بکنه، کار داستان‌نویسی تو رو انجام بده؟ این غیر ممکن. یعنی مثل این میمونه که مثلا از قواعد قانون‌های پایه‌ای عالم هستی خارجه. مثل این که جاذبه زمین نباشه. مثلا شما اگر روزی جاذبه زمین نبود، منم میتونم اینو بپذیرم که هوش مصنوعی بتونه ادبیات انجام بده. قوانین پایه‌ای فیزیک نبود، اینم ممکنه مثلا انجام بشه. بنابراین غیر ممکنه عزیز من، غیر ممکنه. توی عالم هستی امکان پذیر نیست این کار. اما داره. حالا این هوش مصنوعی که شما اسمشو میارید چجوری کارهای مردم رو انجام میده؟ این فقط در حد زبانها اطلاعات داره، چون فرهنگ لغتها رو توش سیو کردن. مثلا آوردن فرهنگ لغت فارسی اگر 100,000 تا واژه است،
کاری هم نداره، سیو شده توی هوش مصنوعی. اون کلمات رو میگه، شما مثلا صحبت بکنی میفهمه، چون اون کلمات رو داره، تو سیوشه، تو براش سیو کردن و تشخیص معناشو میده. اما اگر شما ادبی صحبت بکنی نمیفهم. یعنی شما من با هوش مصنوعی صحبت بکنم، اگر بخوام یه جمله ادبی بگم نمیفهم، هیچ معنایی بهت نمیده، برای اینکه من دارم کلمات رو برای معناهای دیگر استفاده میکنم. وقتی من میگم جوانه آفتاب، هوش مصنوعی میخواد اینو چجوری تشخیص بده؟ تشبیه رو چجوری میتونه تشخیص بده؟ یا کلمات جدیدی که من خودم اختراع میکنم، هوش مصنوعی از کجا میدونه تو تشخیص بده بفهمه؟ اون فقط کلماتی که در فرهنگ لغت ده خدا وجود داره رو داره، اونا رو میفهم. ولی من هر روز کلمه میسازم تو متونم و بر اساس درجی که توی مفاهیم در معنا و تشبیهات یا نمادهایی که ایجاد میکنم، مفاهیمی که بهش نسبت میدم در نماد بودن، در استعاره بودن، اونا رو معرفی میکنم به مردم. کلمات تازه‌ای هستن. هوش مصنوعی که اینا رو نمیدونه. و هوش مصنوعی مقرون به صرفه نیست اصلا. اگر ممکن باشه، اگر اصلا ممکنم بشه، مقرون به صرفه نیست که برای هر نفر هوش مصنوعی یه هوش مصنوعی وجود داشته باشه که شخصی سازی زبانم بتونه باشه اینجا. غیر ممکن. بنابراین من توی یکی از دانشکده‌ها که موضوع فلسفه سمینار داشتیم، همین پرسش مطرح شد. من از پرسیدم، این پرسش از همه پرسیده شد، مطرح شد و پاسخش رو من دادم که هوش مصنوعی نگرانش نباشید. هوش مصنوعی نمیتونه هنر انجام بده، نمیتونه ادبیات انجام بده، برای اینکه هنر و ادبیات اینا شخصی سازی هستن در بیان. غیر ممکن. اما حالا امایی که بهتون گفتم، چرا بعضیا استفاده میکنن و چطور استفاده میکنن؟ اینها ادبیات نمی نویسن، اینا فقط متن زبانی می نویسن. یعنی مثل روزنامه می نویسن، چیزی که من باهاش مبارزه میکنم و میگم اینا ادبیات نیستن. بارها به شما گفتم اینا ادبیات نیستن. ادبیات خالی از آرایه ادبی زبانه فقط. باید شما در متن داستاناتون تشبیه داشته باشید، باید استعاره داشته باشید، باید نماد داشته باشید، باید تمثیل داشته باشید، باید علامت داشته باشید. اگر نداشته باشید کار شما زبانه، مثل اینکه تاریخ نوشتید. بنابراین هوش مصنوعی درباره تاریخ میتونه حرف بزنه چون کلماتو حفظ کرده. هوش مصنوعی میتونه متن تاریخی به شما بده. هوش مصنوعی میتونه متن حقوقی به شما بده چون زبانه. اینا همه زبانه. هوش مصنوعی در حوزه زبان میتونه فعال باشه ولی در ادبیات نمیتونه وارد بشه. اما کسایی که دارن استفاده میکنن و این جمله کلیدی منو ببر بهشون بده که از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای داستان نویسی، اونا فقط دارن کار زبانی انجام میدن، ادبی نیست کارش. با کلمات رایج و موجود زبان دارن میشنن کنار همدیگه معنا ایجاد میکنن، در حالی که ما با کلمات، معنای مستقیم کلمات خیلی وقتا اصلا کار نداریم، بیشتر نمادین حرف میزنیم، تشبیهی حرف میزنیم. یا مثلا همونجا میگم مرگ همسایه است بکنم، خروسی پرده آبنوس را چنگ انداخت. صدای خروسی پرده آبنوس را چنگ انداخت. پرده آبنوس منظور سیاهی شبه. بعد این خوخولی خوخو میکنه صبح، این خروسی با صدایش پرده آبنوس را چنگ انداخت. یعنی پرده رو زد، پاره کرد، کشید که نور بیاد، روز بشه. خب اینو هوش مصنوعی اصلا میفهمه تا بتونه انجام بده. پرده آبنوس چیه؟ خروس چه ربطی داره؟ بعد من منظورم از صبح شدن، طلوع، بعد چه میفهمه اون؟ یا مثلا بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. ترجمه‌ای که فیتزجرالد از خیام کرده.
هر دو گور رو یکی در نظر گرفته، در حالی که گور دوم منظورش قبر بوده، خیام. ولی این گفته بهرام همیشه گور میگرفت، شکار میکرد، حالا دیدی این دفعه گور خر بهرام رو شکار کرد. این یه انگلیسی بوده، خودش اهل ادب بوده، داستان نویسه بوده، ادیبه. این اشتباه رو کرده در ترجمه، گور دومی رو گور خر ترجمه کرده، در حالی که منظور قبره. اون آدمی که با اون دبدبه کبکبه و قدرتی که داشت، دیدی که چجوری رفت تو قبر. هوش مصنوعی هم از این خطاها خواهد داشت، یعنی نمیفهم. شعر حافظ رو بده به هوش مصنوعی، یک بیتشو نمیفهم، چون حافظ خدای پروردگار استعاره است. یک بیت حافظ رو نمیفهم. حافظ منظورش مستقیم نیست در هیچ کلمه ای. هوش مصنوعی چطور میتونه بفهمه یا شعر مثل حافظ بگه؟ بنابراین پاسخ به کوتاهی اینه که غیر ممکنه هوش مصنوعی وارد ادبیات نمیتونه، ولی در زبان فعال. بله، میتونه متن حقوقی تنظیم کنه، میتونه متن تاریخی تنظیم کنه، میتونه متن علمی تنظیم کنه، میتونه هر متنی هم بخوای بهش قرارداد بگی برات بنویسه، ولی ادبیات نمیتونه انجام بده. و اونایی هم که میگی استفاده میکنن و اینها، اونا داستان ادبی نمینویسن، اونا داستان زبانی مینویسن، با زبان فارسی دارن متن مینویسن و اون متن به هیچ عنوان ادبیات نیست. پاینده باشید.